جناب سفیر بسیار تشکر که در شب روزهای بسیار حساس برای مردم افغانستان و منطقه فرصت دادید که صحبت کنیم. خب من میبینم که در میزی که ما و شما صحبت میکنیم پرچم سه‌رنگ افغانستان برافراشته شده است، در حالی که در ارک ریاست جمهوری و در تیپه وزیر اکبر خان بیرق سفید طالبان جلوه میکنه. شما فعلا نماینده کی هستید؟ جمهوری اسلامی افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول تشکر میکنم از شما که قضایای افغانستان را دنبال میکنین و سپاسگزاری عمیق میکنم از همسایه با عزت افغانستان، مردم تاجیکستان. زنده باشید. من نماینده مردم افغانستان است. هی بیرق به اساس فیصله لوی جرگه و قانون اساسی افغانستان به میان آمده. این پرچم تنظیم، پرچم شخصی نیست. ما دولتی را در افغانستان به رسمیت خواهد شناختیم و از او اطاعت خواهد کردیم که فیصله های جامعه جهانی را بپذیره و جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسه و بالاخره مشارکت تمام مردم افغانستان در او تسجیل شود. شما با امضای کسی اینجا سفیر تعیین شدید که فعلا فراری است و تمام مردم افغانستان او را جستجو میکنند. در واقع شما خبر دارید که رئیس جمهوری که شما را تعیین کرده بود کجاست؟ در اون شکی نیست که طالبان با فشار نظامی افغانستان را فتح نکردند. نیروهای مسلح افغانستان، فرزندان صدیق افغانستان در دفاع از سرزمین خود استاده بودند و استاده هستند. من فکر میکنم که افغانستان تسلیم داده شد توسط آقای اشرف غنی که مردم افغانستان از گذشته ها درک کرده بودند و میدانستند. ما به خاطر وقتی که به عنوان سفیر ما به امضای دکتر اشرف غنی معرفی شدیم، او به این معنی نیست که تمام کار و کردارهای منفی دکتر اشرف غنی را ما توجیه بکنم. بنان تا وقتی که دولت طالبان را جامعه جهانی به رسمیت نشناسه، من نماینده مردم افغانستان در سفارت افغانستان است. خب ولی در مورد رئیس جمهور که فراری است، آیا شما به عنوان کسی که گفته میشد اشرف غنی ابتدا به تاجیکستان و از اینجا به یک از کشورهای عربی خلیج رفته است در جریان بودید؟ در این شکی نیست که در مطبوعات موضوعات متفاوت سر و صدا ایجاد میشه. بر ما گفتن که یک دو سمالوت از افغانستان پرواز میکنه و در این سمالوت ها دکتر اشرف غنی هست و از ما ژورنالیست ها سوال کردن که اگر دکتر اشرف غنی به تاجیکستان بیای شما تو با پذیرایش نرفتیم به میدان؟ جواب ما واضح بود که ما هرگز با یک رئیس جمهور فراری به تشریفاتش نمیرم، برای به تشریفاتش نمیرم و اگر فرار کرده باشه رئیس جمهور ما نیست. بناهن دکتر اشرف غنی در حق مردم افغانستان جفاهای بسیار بزرگی را متقبل شدن که تاریخ اونا را نمیبخشه. اونها یاران و رفیقای خود را فریب دادن، اونها نیروهای حمیتی را ناحق در برابر طالبان جنگاندن. دکتر اشرف غنی 3 روز قبل در مصاحبه خود گفت که من هرچند شاه امان الله را بسیار دوست دارم ولی فراری نیست، من مانند از او فرار نمی کنم. من فکر میکنم که روی خود را سیاه کرد و این لکه ننگ تاریخی را برای همیش در جبین خود حق کرد. خب بسیار خب، فعلا کارهای سفارت چه نهاد در افغانستان هماهنگی میکنه؟ تا جای ما خبر داریم وزیر خارجه افغانستان هم در داخل افغانستان نیست و بر اساس خبرهایی که رسانه افغانستان نشر میکنن گویا که به هند رفته باشه. شما میفهمید که فعلا مذاکره در دوحه جریان داره و یک هیئت با صلاحیت هم به پاکستان رفته و نماینده های افغانستان به خصوص کسی که پروسه صلح افغانستان را پیش میبرد دکتر سیف عبدالله هست و نهادهای امنیتی هم یک تعداد معاون رئیس جمهور افغانستان فعلا به داخل افغانستان هستن و در اونجا حضور دارن. من آرزومند هستم که نتایج مذاکرات نتایج مثبت باشه که هم ما با دنیا زندگی کرده بتانیم،
هم با طالبان زندگی کرده بتانیم، هم با همسایه ها زندگی کرده بتانیم و همه مردم افغانستان خود را در حایمه افغانستان ببینند. در غیر از اون ما با این عقیده هستم اگر اون یک تازی های گذشته باز آغاز شود، همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم بر ما کسی اشاره کرد که یک لحظه شما را کار دارم، طالبان حمله کردن بالای منزل ما و اونجا را به غارت بردن. بناهن معلوم است که اعلامیه های طالبان با حرکاتشان کاملا متفاوت است و ما به این عقیده هستم که این اشخاص افراد صفوف پایینی که من مشاهده میکنم اینا شاید چند روز بعد فجایع بسیار بزرگی را انجام بدن اگر یک حکومت قانونی از طرف افغان ها مشترکاً اعلام نشه و این مذاکرات نتیجه نده افغانستان را وضعیتش فاجعه آور می‌کنه. خب بسیار متاسف هستیم البته از این خبری که فعلا از شما گرفتیم که بالای خانه شما حمله شده. امیدوار هستم که ضرر جدی نرسیده باشه، ولی اگر مثل که پیشتر شما تاکید کردید اگر یک حکومت مشارکتی بر اساس فیصله جامعه جهانی بر اساس همکارای بین المللی افغانستان تشکیل نشه و به اصطلاح طالبان قدرت انحصار کنند، شما چی میکنید به عنوان سفیر؟ من تنها به عنوان سفیر نه بلکه به عنوان یک اتباع افغانستان، به عنوان کسی که بالاتر از 30 سال در یک کشتی مشترک مبارزه در برابر تروریسم، در برابر متجاوزین استاده شدیم و مبارزه کردیم و جنگ کردیم. ما خواهان صلح هستیم، ما طرفدار از هستیم که بیشتر کشورها مداخله نکنند، مداخله کشورها در پروسه صلح بیشتر باشه و آن چیزی را که دوستان امریکایی ما با طالبان قرارداد داشتن و طالبان را مشروعیت سیاسی دادن، طالبان از او استیج سبب شد که به کشورهای مختلف سر بزنن، به یک چهره سیاسی تبدیل شوند و بالاخره فاتح تمام افغانستان شوند، گویا که از لحاظ نظامی تانستن که اینا فتح کردن همه جا را، در حالی که هیچ جا را از لحاظ نظامی اینا فتح نکردن. اگر این مشارکت به وجود بیاید، با فیصله های بین المللی تن بتن، دنیا حکومت را به رسمیت بشناسه، مسلما بسیار مهم نیست که من سفیر باشم و یا یک فرد هادی باشم یا کار داشته باشم یا نداشته باشم. اگر طالبان با این فکر باشن که به زور شلاق، با فشار، با حمله به سر خانه مردم، با غصب خانه مردم، با حذف هویت یک مردم اینا کاری را کرده میتونن، پس دوباره ما در سنگرهای نبرد در برابر طالبان ولو که هندک هرازی هم در اختیار داشته باشیم به مبارزه خود ادامه میدیم. بله جناب سفیر، این حرفایی که شما میگی تقریبا این تمام سیاسیون، تمام چهره های جهادی و تمام کارشناسایی که در امور افغانستان دانش دارن، تجربه دارن میگن، ولی شما به عنوان یک جنرال پرتجربه، به عنوان یک دیپلمات، به عنوان یک شهروند افغانستان، از نگاه انفرادی چه اندیشه دارید که کدام نوع حکومت در افغانستان میاد؟ طالبان به حکومت مشارکتی که خاص مردم افغانستان و همکارای افغانستان است تن میدین؟ من فکر میکنم که تجربه گذشته نشان داده باشه طالبان تمام افغانستان را به دست گرفتن، در حالی که امریکایی‌ها حضور نداشت و حامیان طالب هم انکار میکردن که ما طالبان را کمک نمیکنیم. در برابر طالب یک نیروی صاحب فکر از تمام افغانستان در یک هرازی کوچکی به نام پنجشیر جمع شد. ما شاهد هستیم که طالبان را شکست دادن و بالاخره با دنیا صدا کشیدن که این خطر طالبانی شما را هم محاصره میکنه. شما حرکت افراطیت در امریکا دیدین، در سایر کشورها دیدین. من به این عقیده هستم که هیچ کس در افغانستان به تنهایی خود حاکمیت کرده نمیتونه. باید اقوام افغانستان را در نظر بگیرن، روشنفکران افغانستان را در نظر بگیرن. اینا از حال شروع کردن مطبوعات سانسوره، از حال شروع کردن زنها را به مکتب نمیبانند، از حال شروع کردن
دانشگاه ها را بسته کردن بالای زنها. من باور دارم که شاید فکر کسانی باشه که فعلا در حرازی افغانستان حضور دارد، ولی باورم دارم که یک تعداد سیاسیون طالبان به این نتیجه رسیدن که با تنهایی با این حرکات خود در افغانستان نمیتونن که حکومت بکنن و مستقر شوند. این باز فکر میکنم که فردا پای دنیا هم دوباره در این مسئله داخل میشه. خب اگر برگردیم به اوضاع مرزی، آیا فعلا شهروندان افغانستان که میخواهند به تاجیکستان پناه بیارن زیاد است؟ شما در جریان هستید؟ در جریان جنگ ها هر کس میخواهد که بخواد یک جای حمل را ایجاد بکنه و پیدا بکنه، ولی در شرایط فعلی فکر میکنم که با یک تعداد همسایه هم خود مشکل باشه که بدون تشخیص سرحدات خود را باز بکنن و یک سره همه کس داخل شوند. ولی من سپاسگزاری میکنم از همسایه هایی که مردم افغانستان را در شرایط بسیار بد کمک کردن و یاری رساندن. گفته میشد که تقریبا 18-19 هواپیمای حامل نظامی افغانستان در 2 روز اخیر به تاجیکستان بعضی از پناهنده ها را آوردن. آیا شما با اونا ملاقات کردید، دیدید؟ وقتی که دکتر اشرف غنی بعد از اظهارات بسیار انقلابیش از افغانستان فرار میکنه، یک خط سرخی که به نام خط سرخ است که یکان پروازهای محرم و اضطراری صورت میگیره، پیلوتا مشاهده میکنن که رئیس جمهور انقلابیشان در حال فرار است. بنان یام تصمیم میگیرن که خود را زنده بکشن. پیلوتا تصمیم میگیرن، اکثریتشان طیارات خود به پرواز در میارن که در ازبکستان و تاجیکستان فرود آمدن و من امیدوار هستم که هر چه زودتر یک حکومت قانونی در افغانستان به وجود بیاید تا ما بازگشت از اینا را شاهد باشیم. هواپیماها نظامی هستند یا ملکی؟ نظامی هستند اکثرتش. یعنی همین تعدادی که گفته میشه همین تعدادش هم میتونه که در روز نشست کده شما مسئولین پرسان کنید، تعدادش بر ما مشخص نیست. خب یک چیز دیگر در نحوه صحبت مقامات تاجیکستان و افغانستان، تاجیکستان گفت که بر اساس این که همو خط سرخی که شما ذکر کردید وقتی که از ما از خط اضطراری به اصطلاح چیز گرفتیم، ما موافق شدیم که طیاره های افغانستان اینجا نشست کنند، ولی در ادبیاتی که مقامات ازبکستان استفاده کرد گفتن اونا حریم هوایی ازبکستان نقض کردن، ما اونا را فرود آوردیم و کسایی که از راه زمینی از مرز فرار کردن علیه اونا پرونده جنایی باز کردن. فکر میکنید که چرا ادبیات مقامات تاجیکستان و ازبکستان فرق میکنه؟ من فکر میکنم که دولت تاجیکستان شناختی که از جناب حالی من شخصا دارم در ایامی که در اینجا وظیفه اجرا میکنم به عنوان سفیر و قبل از آن با ایشان معرفت داشتم، 3-4 آخری با ایشان داشتم، یک سیاستمدار کاملا آگاه از مسائل منطقه و از مسائل همسایه ها و همیشه راست میگه. اگر در تاجیکستان طیارات نشست کرده یا در ازبکستان، هر دویش حریم کشور نقض کرده مطابق با قوانین بین المللی. وقتی که پناه میبره یک سمالیات یک فرد، این وظیفه حکومت هاست که برش اجازه بده مشروط به اینکه برشان خطر مواجه نباشه. ما وقتی که طیارات به پرواز در آمده، این دولت ها میتونن مشاهده بکنن. اگه شما بخواید به اینترنت داخل شوین میتونین فضا را مشاهده بکنین که چند بال طیاره قوانین هوایی چیست، مطابق با قوانین هوایی اینا آمدن و فعلا نشست کردن در این کشور. این قانون کشورها چی را حکم میکنن مربوط به کشورهاست، مربوط به ما نمیشه. خب فکر میکنید که در چند روز آینده اگر وضع تغییر نکنه تعداد مهاجر افغانستان در تاجیکستان زیاد میشه؟ ما امیدوار هستم که در مهاجرت ها بسته شود و در 1-2-3 روز دیگه برای فیصله نهایی برسن و آرامش کامل در افغانستان تامین شود. اگر همچون یک کاری شود، افغانستان یک سرزمین زیبا هست، یک سرزمین با امکانات هست. هیچ کس آرزومندی زیر نداره که از خانه خود جدا باشه و فرزند خود را و وطن خود را رها بکنه. اگر به فیصله های جامعه بین المللی کستن نده، به فیصله های مردم افغانستان کستن نده،
من فکر میکنم که اسلحه های مقاومت آهسته آهسته بیشتر میشه. این تنها افغان‌ها در تاجیکستان نه بلکه در سراسر دنیا به مهاجرت ها خواهد بپردازند. درست جناب سفیر، تاجیکستان با جز این که از لحاظ جغرافیایی یک همسایه افغانستان است، مشترکات زیاد و کلان با افغانستان داره، هم به لحاظ ملی، هم به لحاظ تمدنی، هم به لحاظ فرهنگی، زبانی، به هر لحاظ. و نگرانی ها در جامعه تاجیکستان هم در سطح حکومت و هم در سطح اجتماع، در سطح مردم، در سطح جامعه های آگاه و فکری بسیار زیاد است. و اما قسمتی که شما چند بار اشاره کردید، این شب و روزها بعضی از شعارها و حتی بعضی از بگیم که هشدارهای مقاومت دوم از پنجشیر بیرون می باید. فکر میکنید که در این وضعیتی که با وضع سالهای 90 فرق میکنه، 90 میلادی فرق میکنه، آیا پنجشیر در مقاومت دوم خدای نکرده اگر صورت بگیره موفق میشه؟ من فکر میکنم که هیچ امپراتوری در دنیا نتوانسته که نسل ها را نابود بسازه و انسان ها را نابود بسازه و جنبش ها را خاموش بسازه. تاریخ نشان داده که اسلحه های مقاومت همیشه از چند نفری به وجود میاد و بالاخره این بزرگ میشه. من خوشحال هستم که از جمله کسایی هستم که در رکاب قهرمان ملی افغانستان پروفسور استاد برهان‌الدین ربانی در حیام مقاومت کردیم که هیچ چیزی وجود نداشت، ولی سرحداتی که بین افغانستان و تاجیکستان 1360 کیلومتر بوده هیچ گوشه‌ای سقوط نکرده بوده. 20 ولسوالی که هم مرز با تاجیکستان است هیچ کدامش دشمن سقوط نداده بود. فکر میکنم که به این اواخر فرار دکتر اشرف غنی که قبلا پلان شده بوده با اشخاص افرادی که خودش تعیینات کرده بود، این سبب شد که مردم را بیرویه بسازه و بالاخره همه جای به حساب طالبا بگیره. ما به این عقیده هستم که طالبا توان نگهداری این حرازی پهناور کوهستانی افغانستان را ندارند. هیچ منطق نظامی حکم نمیکنه که طالبا بتانند در سراسر افغانستان حکم فرمایی داشته باشند، چی در شرقش، چی در غربش، چی در شمالش، چی در جنوبش. دیروز طالبها مردمان غیر مسئول بودن، آواره در کوها بودن، غیر مسئولانه برخورد میکردن، میکفاندن، میپراندن، در برابر مردم احساس مسئولیت نمیکردن، میگفتن که این جهامده خارجی ها اشغال کرد. ما حالا میگم خارجی ها بعد از این نیست، خارجی افغانستان را ترک کردن. اگر آل مقاومت مردم اصلاح شود، چی توجیه کرده میتونن جنگ شرعیشان در برابر مردم چی هست؟ یک. دو، چرا اون روز مقاومت شد ولی با موجودیت قدر نیروهای نظامی مقاومت به وجود نامد؟ انگیزه به وجود آمده بود، انگیزه وجود داشت. ما از همسایه های خود همه قدر طلبگار هستیم که توان یک برادر در توانش موجود است. ما هیچ وقت از یک برادر خود با او پیمانه تقاضا نمی کنیم که او چیزی را دادن نتونه. ما به یک عقیده هستیم که تنها پنجشیر نه، این مقاومت ها آهسته آهسته به جنوب هم انتقال پیدا میکنه، به شمال هم انتقال پیدا میکنه، به غرب هم انتقال پیدا میکنه و شما شاهد یک روزی باشین که در برابر طالبا یک مجموعه هزیم مردم افغانستان و حتی دنیا دوباره در برابرشان متحد شود. خب بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال، فعلا که در یک فضای سردرگمی است، سفارت از چه حساب اکمال میشه؟ کارش ما مجانی است، افتخاری است؟ این افغانستان کوچک است، ملکیت افغانستان است. ما و همکارای ما همگی متحد هستیم. ما موضع خود را ترک نمی کنیم تا وقتی که حکومت قانونی در افغانستان اعلام نشه، ولو که پول داشته باشیم نداشته باشیم، گرسنه باشیم، با می نکتایی خود، با می قیافه خود میایم در سفارت میشینیم، بیرق سی رنگ افغانستان در اینجا وجود می داشته باشه، هیچ تشویشی نداریم. هر روزی که دنیا طالبا را به رسمیت شناختن، دنیا تصمیم گرفت که طالبا یک حکومت قانونی هستند، بعد از او هر کسی را که مردم افغانستان زعیم خود تعیین میکنن، اونا اون وقت میفهمن حکومتشان باز ما احترامانه هر کسی که بیاید این ملکیت و دارایی هامه را برش تحویل. زنده باشید. امیدوار هستم که افغانستان به سوی ثبات و صلح برود و در صحبت‌های بعدی ما از صلح، از رفاه، از رشد، از
همسایه‌داری خوب و خوبتر صحبت کنیم. زنده باشید جناب سفیر، از فرصتی که به ما دادید. تشکر میکنم از شما هم. بخی مطمئن باشین که تاریکی ها را ما زیاد دیدیم و در تاریکی ها زیاد نمیترسیم و باور داریم که قامت همه دوستان و رفیقای ما، همه مردم افغانستان استوار است. مردم افغانستان همیت میخواهند. امیدوار هستم که رهبران سیاسی امروز در مذاکره در دوحه و در پاکستان هستند به این نتیجه برسند که یک افغانستان مرفه داشته باشند، افغانستانی که مورد تایید دنیا هم باشه، هم ما زندگی کرده بتونیم، هم مردم دنیا با ما زندگی کرده بتونن و هم مورد قبول باشه. در غیر از او مبارزه جیان